دادری عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کرین اندازی گویا نشنیدی؟ همون صدای همون همچنان است که الله تو را امر دارد. میکن تو طواف آسک پای بدرد. با امر خدا برابر است امر پدر. خوشنودی حق است، رضای پدر است. الان پدرت تو خوشنود میکنی، همون پدرت تو از خودت راضی میکنی، همچون تصور کن که الله میگه من از تو خوشنود شدم، من از تو راضی شدم. دادر عزیز خوب توجه کن. عادی میگویم خداوند در سوره مبارکه نیسا دادر عزیز آیت 69 او میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دادر عزیز اگر تو پدرت از تو راضی باشد، اگر مادرت از تو خوشنود باشد، پروردگار میگوید این معنای او را دارد که تو اطاعت خدا کردی، تو اطاعت رسول کردی. تو وقتی اطاعت خدا و رسول کردی یعنی پدر و مادرت از خودت خوشنود کردی، راضی گردانیدی. الله چی گفت؟ من روز قیامت تو بر این فرزند مع النبیین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، روز قیامت تو همراه محمد صلی الله علیه و سلم هستی. خداوند وعده دارد تو همراه محمد، همراه ابراهیم، همراه اسحاق، همراه موسی، همراه زکریا، چند عدد پیغمبر دارم، در حلقه اونها تو را جای میکنم. وقتی تو اگر پدر و مادرت احترام کنی، خدا میگه حلقه پیغمبرها را میپرتامد، حلقه شهدا اون شهیدی فمات فدخل النار فابعده الله فقل آمین فقلت آمین. حبیب خدا گفتن میدانین همون آمینه که من در منبر گفتم بهر چی گفتم؟ زمانی که من قدم در منبر میزدم جبرائیل آمده بود و برای من گفت هر نفری که در دنیا پدر و مادر دریافت میکند یا یکی از این دریافت میکند، باز این فرزند دوزخ میرود، خدای مهربان، جبرائیل دعا کردم خدای مهربان از این گونه فرزند رحمت کنده کن، رحمت دور گردان. حبیب خدا میگوید امرم کرد جبرائیل فقل آمین، بگو آمین، بگو دعای مدد. فقلت آمین، گفتم آمین. خدا همون فرزنده که در دنیا پدر و مادر را دریافت کرد و به قدر و قیمت اونها نرسید، محبتی که اون پدر و مادر نسبت این داشت. ببینید پدر و مادر چی 1 ساله باشی چی 50 ساله باشی به نام خدا محبتش کرده نمیشود از تو، تا مردن تا دوستت میدارد. اگرچه امروز ما محبتی پدر و مادر را عوض کردیم با محبتی زن و فرزند ها ما. حالا جبرائیل گفتن خدا این گونه فرزند از رحمتش دور گرداند، بگو آمین. پیغمبر من آمین گفتن. جوانای عزیز حبیب خدا میگوید من بر والدی طوبی له زاد الله فی عمری. هر کسی که پدر و مادر حرمت میکند، پدر و مادرش میبیند وقتش خوش میشود، یا پدر و مادر میبیند از جای خود میخیزد و در بهترین مکان پدر و مادر میشیناند، حبیب خدا گفت تو باله خوش به حالت. ببین خوش به حالت گفت زاد الله فی عمری. حبیب خدا در حق تو دعا کرد، گفت خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن، خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن.
پیغمبر دعا داد اگر خواهی دعای پیغمبر پدر و مادر تا احترام کن به نام پروردگار. سخن پیغمبری خود، سخن الله حق است، خدا عمرت دراز میکنه. بایزید بسطامی رحمت الله علیه، نام ایشان انسان باید پای به طهارت گیرد. چه تاریخی در حیات خودش گذرانیدند. من با باوری کامل میگویم که مثل بایزید خدمتی که بایزید کردن. الحال من قصهش گویم و بعد به جوانای امروزه خدمت بایزید بر جوانهای امروزه که مسلمانهای ما مقایسه کنیم. که بود مادرم در بستر خواب، دلش بیدار نام ذکر وحاب. به بالای سر آن ام نائیم، به دستم کوزه پر آب قائم. مبادا که به وهمی که مبادا آب گوید، مرا در دادن آبش بجوید. تمام شب کردم انتظارش، دو دستم خسته شد دل بیقرارش. و وقتی صبح گشت از خواب بیدار، که بودی تشنه لب آن آب تیار. بنوشید آب و گفت ای نیک فرزند، نیاسایی چرا تو ای جگربند؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ که از ترسی همان که آب گویی، شوم غافل مرا هر سو بجویی. ز تأخیرت ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. از آن دلیابی مادر سحرگاه، گشاده شد دری اسرار الله. میسر شد مراد دل به حالت، شدم مستغرق فیضان رحمت. حضرت بایزید میگوید شب مادرم آب گفت، بچم آب بیار. کوزه در آب آوردم، مادرم که افگار بود و پیرانسال بود، تا رسیدم که مادرم خواب برده است. مادرم که تشنه بود خواهش آب داشت، از نرد سر اومم بیرون نشدم. با دستهای خودم هم داشتم و در جام حتی ننشستم. دادر عزیز، معامله بایزید با مادر، بایزیدم بنده خدا بود. همین رنگ شما کله داشت، چشم داشت، پا داشت، از جنس شما بود. او ملائکه نبود. بالای سر مادر ایستادم، منتظر شدم. ببین چی مقدار منتظر شد. اگه تصور کنین اگر ساعت 10 شب خواب کرده باشه، اگر 5 او زنهای مسلمان بودن، 5 اگر بیدار شده باشد، 7 ساعت بایزید در دست کوزه و در بالای سر مادر راست ایستاده است. و وقتی صبح گشت از خواب بیدار، همون خواب غلطیدگی بامداد حضرت صبح دمیدن میگه که بیدار. زمان بود آب دراز کردم، آب خورد و مادر که غمخواره، مادر که دلسوزه، مادر که گویم که خیلی و خیلی نسبت فرزند اینقدر دلسوزی دارد که دیگر وی حد و کنار ندارد. شیر مادر که از تراویش های خونی جیگر است. دادر عزیز، شیر مادر که از تراویش های خونی جیگر است. زین سبب هم مادران را سوزش دل دیگر است. آهن و پولاد می سوزد زی سوز مادری، که دل سوزان او چون کره آهنگر است. بسیار دل سوز است. فرزندش که راستا دید و چی گفت؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ آی شبی دراز ننشستی؟ بالای سر مادر دراز استادی؟ حضرت بیان کردم
ز ترس آن مبادا آب گویی، شوم غافل مرا هر سو بجویی. ترسیدم که یکی آب گویی و من نباشم، یکی آب گویی و من نشنوم. ز تأخیرت ملال آید به خاطر، ز تأخیرم ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد